سلام، اومدیم به بازی پسرخونده و چه خوشم آمدیم. آقا ناموسن بازی پسرخونده یکی از پرفکت ترین بازی دنیاست. آقا 360 درجه واشه دیگه. پسرخونده بازی نمبر 1 تاریخ. آقا بس اینقدر خواهی من میگم بس اینقدر خواهی کنی و نه حالا غیر از جدا شوخی آقا بازی من نگه ناموسن چیزی نگید که بازی من به شدت تخمیه، به شدت کیری و تخمیه. اینجوری بهتون بگم یه وقت ناراحت نشین. باز بگم یه وقت آقا کلانی بازی من نامیزون و خیت و کیریه، تخمی. و آقا بریم دیگه، بریم. زیادی کسشیر دارم میگم. بریم آقا بریم. بچه ترکیب من به نظرم خیلی تخمیه. ترکیب اما که اصلا خوشم نمیاد. چه سمیه آخه، چه ترکیب کیری و تخمیه. ببخشید من یکم فحاشی زیاد میکنم، یکم مریضم دیگه، مشکل دارم، مشکلای شخصی اختصاصی. آقا به نظر من ترکیبم تخمیه ولی خب اینو دارم شاین تکتیر. آقا با این یه دست میریم، بعد شاین تکتیر رو به جای کامبیز جنده انتخاب کنم. کامبیز پسونه که هیچ گوهی نمیخوره. آقا بریم سراغ ویدیو. رفتیم سراغ ویدیو. آقا بریم یه دست مبارزه بزنیم چی میشه. بنازم بانک من تو پاریس بودم بچه ها، به قرآن بچه بازی من به شدت تخمیه. باز ایپ ازم نگیریم، بازیم تخمیه. من اینو اکانت رفیقم اکانت بهم داده، تو کامپیوترم هستم تخمی میزنم آقا جون. آقا بریم بزنیم ببینیم چی میشه بازی. و این زنی که جنده رو نیاره، اینو همه دارن حرومزاده. زنی که جنده هی میزنه. آقا من هدفم همین زنه دیگه، دوتایی بزنیم چون دیگه بالاخره این چنگیز انفرادیه ریز میتونیم همه رو بزنیم. نخوردایی اونو بزنیم دیوونه میشه. خوبه اینو نزن، ستایی میخواد ناکاوت کنه، ولی این ستایی زدنش یکم نامزون پیش میره. ننه جون این لول 3 هاجی، اینو باید بزن. بزن تو آقا مادرتی بزن دیگه مادر چنده. چی شد؟ تحصیلی کی هم بکته ما مادر جنده چه خنگه. کجایی اینقدر لاتی؟ حجت الله کیرم تو ناموست. حجت الله مادر تو گاییدم. این چه کاری بود؟ کیرم تو سطح گیم پلی تو، شعور و شخصیتت مادر جنده. جون ناموست ساسان نزن اینو. خب اینو لازم دارم ننتو شتک کنم. کس ما آیا کس آوردی آقا ساسان، حداقل نمیزدی دست رو. این ننتو بیشتر میگایم. بریم واسه ننه گایدن ساسان، چون این ساسان الان قدرتش کمه، یعنی قدرتش رو نگاه یه لول برده بالا زیاده، زبد میزنه سولاخ آدم وا میشه. نگاه کن 238. یا علی وای ساسان تک خودچی به ناموست خدا وکیلی. بزنیم ننه تو بگم. خب دیگه این الان من یک هدفگیریه. آقا احساس میکنم دارم خودخوریت میکنم، ولی خوب بردیم دیگه. این زنه این یعنی این نمیزنه. آره بزن. خواهی کردی مادر جنده. ای مادر جنده با یه تیر دونشون کیرم به ناموست. اشتباه کردم، بعدم مادر تو گاییدم. مادر جنده من اشتباه کردم، من گوی کیرم به کس خار مادرت مادر جنده. با این 26 این 51 که خب من میخوام با این دوتا میتونم بزنم. یک دونه دیگه، یک دونه. آخه نازی سیکتیر حرومزاده مادر جنده. بخواب ریز میبینمت کیرم به ناموست. بودو فرتناخ ننت و کس ننت. بودو مادر جنده لبی. آقا یه دقیقه بگیرم کالا ببخشید. من یکم فشار میگم زیاده دیگه بچه. بیا پاریس هم نگاه کن. پاریس هم من چجوری تو بانک بودم؟ من تو پاریس هم نمیدونم، میگم جا بازی نمیکنم، مال ما نمیده. آقا آخه یکی نیست به این
امیر کسیر چه گافوش چه کسیره گافوش خیکی ببخشید آقایی نجات پرستی کردم ببخشید بابا من هم بخوام تاب دارم این شاین تکتی رو میذاریم اینجا 23 لولش خیلی خودتاست چی گاوه یعنی اینی که از من سطح بازی بیشتره گاوتره شاید من گاوم واقعا دکتر جان نه آقا همین ترکیب رو بریم بچه چون مادرتون ترکیبم خیلی تخمیه لطفا تو کامنت ها یک بگو یه ترکیبی بچین نگاه من این آدم ها رو دارم بچه ها اینه دقیق پاسبون ننه این دکتره این باز این دکتر دیگه اینا همینا رو دارم یه ترکیب خوب بگین شاید اگه بگین همینم خوبه بگین همینم خوبه من دیگه زیادی گوه میخورم آقا شاید پارتای بعد و مثلا یک اکانت دیگه میده بهم فکر کنم نمیدونم حالا بس بخوام احساس کنم وای منم شاین تکتیر دارم تام داری منم دارم آجی بهشون حمله کنم میگم وای من آجی کار با شاین تکتیر رو اصلا بلد نیستم به این دیگه نزنی یا حواسو دارم هوا تو میخوام دوباره داشته باشم نمیتونم دوباره داشته باشم هوا تو دوباره دارم آره مادر جنده اینو فعلا نزنه خب من دوباره هواشو داشتم حالا دیگه تو رو که نشدی قربونت بشم مادر جنده به قابل برسه هم هست ای وای بابا این که هواشو داشت فقط برای یه بار گیرم ناموز خب الان دیوونه شدی گاوکش خودش مالی نیست من خب اینو بزنم لول 3 چونم میذاره اینا جی لول 3 رو باید بزنم این کسخولم و وایسام نگاه میکنم بزن اینو بزنم چون لول 3 یکم بد میزنه به تخمم کلشو هدر ده این نهنگ تو گاییدم از شیرخوار تا کیرخوار تو گاییدم آقا مادر چنده یک پستیش میده این خوبه البته بایستا ای مادر تو گاییدم خب یه وقت نزنه این تیره رو بریم میفونم پارش بمیر مادر چنده ها داداش آجی بلد نیستم پشیمون وای بلد نیستم وای کیرم تو سطح بازیم وای دست اولی رو ریدیم وای ننه تو گاییدم این چه سمیه بابا بمیر باختم کس ننت آخ بزن دیگه مادر جنده بزن من آقای گاپوش مادر جنده تو بزنم کشیرم از شیر خور تا کی خور این گاپوش توخوش بزنم مادر جنده نه تو گاییدم کسا ننت شکستت نمیدم ولی خوب بنام کشیرم تو ناموست بنام مادر تو گاییدم با این اسمت کسکشه بازم ریدم آقا ببخشید من بازم به بینامات تو این کردم پلیس هم رفت با این بی پدر حروم زاده اینقدر مونده بابا میخوام کریم سوسکی رو بزنم دوتا بزنه مادر جنده میگه دوتا میزنم آقا بریم مبارزه بعدی انشالله آقا احساس کنم ترکیبه رو برداشتم ریدم یک حالت ریدمان خاصی رو میبینم و الان یادم نمیاد من چند دست رفتم ولی احساس میکنم زیاد دست رفتم ولی نمیدونم چه باید بکنم و بریم آقا یه دست دیگه رو داشته باشیم Let's go یوتیوبر بگونی یوتیوبری وای این جنده باز اومد چی میکسی خار کسته نمیتونم اینو بزنم بازم اینه آقا بس آخ این آقا این لول 2 این شاپورش یکی اصلا دکوری گذاشته شاپور بود اسمش چیه؟ شاپور گاف کشاره کی رو زد؟ جنده رو بزن این تخمی هست من اصلا نمیتونم باش بازی کنم به نشونه به کس ننت خواه کس اینم نمیتونم بزنم شاپورشم هیچ چیه آخه این ننت رو گاییدم
26 نه دیگه 50 بزنیم کارش تموم شه. 51 55 این چی؟ اینو نمیدونم. بزن دیگه بزن مام. چرا این بدتر میزنه تو اون؟ آقا چرا اینقدر دارم کس میگم؟ بزن آقا بزن آقا بزن. زیادی داری کس میگی. بزن ای کس ننکس. بزن نه اینو نزن نگو اینو گذاشتم واسه اینو میزنه. کسخور نیست. اینو میزنه آخ این چیه؟ اگه نمیدونم آجی چیکار کنم نمیدونم. وای آقا بذار اینو بزنم چون اگه من اینو الان بزنم رو این خب چون کیر یه پیری اینو زد بعد به کیرم میرم. پس بزنم یه برم شاید یه دفعه دیدیم نموز کجا معلوم. بگی که اومد بگی که لالف و ننت. ها نزدی؟ وای ننتو گاییدم. وای به کیرم. نگاه تو اینو بزنی این هست. این میخورتت قلمبت میکنه. حالا وایستا. من قدرتی هنوز دارم. من میزنم نمیدونم قدرتیمو. بزن فقط اینو بزن. ننشو بگاه. خب بزنش چون من فکر کنم اینو بزنه. وای این فن سوسماریش بود میومد رو این. میزنه اینو زد. با واسه بار اول مطمئنم نمیمونه. 80 تایی 3 تا میزنم. احساس میکنم ریدم بچه‌ها. وای آخ کیرم تو کس ننت که من بلد نیستم تو بلدی. ای مادر جنده. کونت پاره. اینم بزنم همینجوری به افتخار ساقی اینجوری بهت بزنه. چیه؟ بارم ببینم فعلا صاحب دین. اوه دارک شد. الان میفتیم تو بونی باز دوباره. چرا بارم می‌خوایم بریم تو بونی؟ زشته اصلا. من بیشورم. آن زیاد میبینم. باتل پاس پرشو. باتل پاس بیناموس. باتل پاس حروم. آقا امیدوارم از بازی خوشتون اومده باشه. لایک دنبال سابسکرایب البته هر دوتاشه که یادتون نره. تو رو پیر پیغمبر من نمیدونین چند دست از اون موقع تا الان دارم میرم. یک لایک یک اینجوری دیلیپ یه لایک نمیزنید دنبال کن. مشتی دارم که نمیگن نکنی. لایک بزن چون مادر بزن. آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو یه لایک بزنید دیگه. ولی کارمون رو دنبال کنیم چون از الان تا آخرای یعنی از الان تا هفته دیگه زیاد داریم. کلا ما تو این کانال زیاد بازی داریم دیگه. همش خنده و اینایی. حالا غیر از پسر خنده خیلی چیزای دیگه رو میریم. و وارزون بگیر تا ماینکرافت. تو کامنت ها من خواستیم هر بنویسیم که هر کدوم لایک بیشتر بود بریم. فقط یه اونقدر گنده نگیریم. مثلا وارزون دردی است. آقا دوستتون دارم و فعلا تا ویدیو بعدی گود بای.